وقتی از استقلالی‌ها میپرسن آخرین باری که دربی رو بردید کی بود؟ حالا یادم بیاد الان میگم. شب استقلالی‌ها فقط یه چیز میبرن به خونه‌شون و اونم غم و اندوه و اشک و ناراحتیه. و یه جوری میتونم بگم پرسپولیس استقلال داره توی بشقاب و سوسده تحویل النصر میده. این واقعا گفته حاجی، این واقعا پرسپولیسیه، این مجریه. حاجی واقعا این مال کدوم گزارشگر کدوم شبکه؟ از جام جمینا یا آنلاین چی بودین؟ نامرد. استقلالی ما از خواب بیدار کردم گفتم پاچو استقلال بعد 8 سال دبیو. از احساسات من سوء استفاده کردی. حاجی یاد جمعه بخیر، من خیلی دوست داشتم. حاجی واقعا یادش خیلی باحال بود. یاشاسو پرسپولیس. از کجا اومده خوده؟ من از خود تبریز اومدم. من خود طرف پرسپولیس. فقط پرسپولیس. تراکتوری نمیگن چرا؟ تو رو من قبول ندارم 1 کرو. فقط پرسپولیس. او تراکتور تای تیم، مشکلتون چیه؟ تراکتور خیلی تیمه، مثلا تراکتور خیلی تیم خفنیه، سپاهان خیلی تیم خفنیه. قبول، اصلا هر شهری تیم خفن داره.